بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران و خواهران عزیز، این حلقه دهم ما هست. ان شاء الله باذن الله سبحانه و تعالی موضوع را باقی مانده موضوع ها را ان شاء الله بیان خواهیم کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که تولد شدند، آیا پدرشان وفات کرده بودند یا که در قید حیات بودند؟ در این مسئله علما به دو قول اختلاف می کنند. قول اول این است که می گویند وقتی که رسول الله تولد شدند، بعد از این که به 7 ماه رسیدند پدرشان وفات کردند، یعنی پدرشان در قید حیات بودند. و قول دوم و صحیح ترین قول و صحیح این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در بطن مادرشان بودند، در حمل مادرشان بودند، پدرشان پیش از تولد شدن رسول الله وفات کردند. این مسئله است که بعضی از مورخین این را یعنی در قید بودن حیات پدر رسول الله را بعد از تولد رسول الله ذکر کرده اند، خیلی که ابن القیم الجوزی این مسئله را ذکر کردند. پس به من و شما معلوم است که این چنین صحیحیش معلوم است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در بطن مادرشان بودند، پدرشان عبدالله ابن عبدالمطلب وفات می کنند و وقتی که رسول الله تولد می شوند یتیم تولد می شوند. و در بین علما هیچ خلافی نیست که مادرشان آمینه در بین مکه و مدینه در دهه قریه‌ای که نامش ابوا بود در اینجا وفات کرده اند. وقتی که رسول الله به سن 6-7 ساله می رسند، با همراهی مادرشان از مکه به خاطر زیارت تقاهایشان به مدینه می آیند که خویشاوند مادرشان در مدینه بودند. در وقت بازگشت مادرشان در یک قریه که نامش ابوا هست از مدینه وقتی که به طرف مکه می روید تقریبا 40-50 کیلومتر می باشد، در اینجا وفات می کنند. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سن کودکی که 6-7 سالگی است یتیم میمانند. و در این موضوع من میخواهم صحبت بکنم که یتیم کیست؟ یتیم اولا در لغت دلالت به انفراد میکند، یعنی تنهایی. معنای یتیم این یعنی تنها بودن و تنهایی است، خیلی که علمای لغت این را بیان میکنند. پس هر کسی که پدرش را از دست میدهد در سن کودکی به پدر میماند، این کودک را خواه پسر یا دختر یتیم گفته می شود. و اما کسی که در سن جوانیش یعنی در سن کودکیش پیش از بلاغت مادرش وفات می کند، به مادر می ماند، این کودک را منقطع گفته می شود، نه یتیم. پدرش در قید حیات است اما مادرش وفات می کند در سن کودکی، این کودک را منقطع گفته می شود.
و حالت سوم این است که هر کسی که هم مادر و هم پدر خود را در حالت کودکی خود پیش از بلاغت رسیدن از دست می دهد یا که از پدرش و مادرش وفات می کنند، این را لطیم گفته می شود. این یک تدرج در وصف یتیم است که اول پدرش اگر وفات کند یتیم گفته می شود، اگر پدرش زنده در قید حیات باشد و مادرش وفات کند منقطع گفته می شود، اگر پدر و مادر همراه وفات بکنند در سن کودکی این جوان دختر یا این کودک پسر یا دختر اگر پدر و مادرش وفات بکنند لطیم گفته می شود. ولیکن حدش چقدر است؟ حد بلاغت چقدر است؟ آیا یتیم تا سن بزرگسالی یتیم گفته می شود یا که یک حد معین دارد؟ حد معین دارد. حد معینش تا سن بلاغت رسیدن. وقتی که کودک به سن بلاغت می رسد از یتیمی بیرون می شود، از انقطاع منقطعی و از لطیمی بیرون می شود. چه خیلی که علمای اسلام بیان می کنند و ابن خلویه نیز این چنین بیان می کنند: هو یتیم حتی یبلغ. کودک را یتیم حسابیده می شود تا این وقتی که به بلاغت رسد، و اما وقتی که به بلاغت رسید اون از یتیمی و از مسائل یتیمی که تعلق به یتیمی داشت بیرون می شود. و علما در این مسئله یک فرق عجیبی را هم گفتن، می گویند اما یتیم از حیوانها کدامش یتیم می شود؟ مادرش اگر وفات کند یتیم می شود. مثال اگر عادی کرده فهمانیم، کسی یک حیوانی داشت، بهائیم گفته اصلا چرا گفته می شود؟ بهائیم گاو، گوسفند و بوز، شتور، یعنی اون حیوان ها و چارپایه هایی که خوردن گوشتشان حلال است. وقتی که یکی از این حیوان ها مادرش وفات می کند یتیم نامیده می شود. برعکس مسائل اسلامی خیلی که ابن سکیت این مسئله را ذکر می کنند. انقطاع چی معنی دارد؟ یعنی کسی که مادرش را از دست داده است، یعنی مادرش از یک کودک نوزاد وفات کرده است، این کودک را انقطاع گفته می شود، منقطع. انقطاع معنیش انفصال، جدا شدن، تقسیم شدن، فرقه، یعنی از مادر جدا شدن را می گویند. یگان شک وجود ندارد که هر کسی که مادرش را از دست داده است، بی مادر مانده است، مادرش در سن کودکیش وفات کرده است، این یک علمی سخت است و سختی این علم خیلی هم به این کودک تأثیر دارد و وفات کردن مادر در سن کودکی از وفات کردن پدر دیده سختتر و زیادتر درد و رنج دارد، برای آنکه مادر شخصی است که فرزند را تربیه می کند و نگاه و بین می کند و رعایت می کند، بخلاف پدر که همیشه در مشغولیت است، در کافت و کاب و ریزق است. پس وقتی که کودک بی مادر می ماند، یتیم از مادر و منقطع می شود، علمش و رنجش و غمگینیش زیادتر به نسبت فقط پدرش هست. حتی این گفتهمان دلالت به تفسیر سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می کند. وقتی که یک صحابه به نزد رسول اکرم آمد گفت مستحق ترین کس به نیکی کردن کیست؟ پیامبر گفتند امک، به مادرت نیکی کن. باز این مرد پرسید که باز کیست؟ باز به مادرت. 3 بار تکرار کردم به مادرت نیکی کن. بعد از این گفتند ثم ابوک،
بعد از این به پدرت. یعنی در نزد انسان ها و در نزد شریعت هم قدر مادر بلند است و خدمت کردن به مادر مهمتر است. اما لطیم، اللطم، معنای لطم در لغت این زدن بر روی و از سبب زدن بر روی چهره سرخ شدن روی را لطم میگویند. خیلی که ما لطم و کوب میگوییم، یعنی ضربه خوردن و سرخ شدن روی از سبب زدن، از سبب درد. این یک تعبیر هست از حضرت، از حسرت، از ناامیدی، از چقور بودن عمق جراح در قلب. لطم، چرا که کسی که لطم هست هم پدر و هم مادر خود را در سن کودکی از دست داده است. این را لطم میگویند. یعنی خیلی جراحه قلبش عمق است، غمگینیش زیاد است، حسرتش زیاد است. و حالت لطیم یعنی کسی که هم پدر و هم مادر خود را در سن جوانیش از دست داده است و بی پدر و بی مادر مانده است. این حالت سخت‌تر از یتیمی و سخت‌تر از منقطعی هست. اون دو شخصانی که این کودک را دوست می داشتند، به خاطر این کودک کوشش ها می کردند تا که زندگی این کودک خوب باشد و زیبا باشد. اما این دو مهربان ترین شخص که مادر و پدر هستند در سن کودکی وفات کردند. پس این انسان لطیم است. اما تا سن بلاغت و این چونین باید شما دانید که کفالت کردن یتیم، نگاه و بین کردن یتیم، کمک کردن یتیم از نظر شریعت بهترین عمل است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند ان سهل بن سعد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وآشار بأصبعيه يعني السبابة والوسطى. أخرجه أحمد بخاري وأبو داود ومعناه في متفق عليه. حدیثی که امام بخاری روایت میکنند و این چنین در مسند احمد و سنن ابو داود و معنای این حدیث در متفق علیه این چنین بخاری هم آمده است با کمی زیادت لفظ ها. این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من و کفالت کننده یتیم در جنت بمانندی هر دوی این هستیم. هر دوی این یعنی اشاره میکنند دو انگشت خود را، انگشت سبابه و انگشت وسطای خود را، یعنی در جنت همراه هستیم، نزدیک هستیم. ابن حجر اسقلانی در تفسیر این حدیث میگویند، در شرح این حدیث میگویند یعنی کفالت کننده یتیم، نگاه و بین کننده یتیم، کمک کننده یتیم به جنت زودتر داخل می شود و در جنت به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نزدیکترین شخص است. سبحان الله، چه که این دو انگشت در بینش دیگر انگشتی نیست. انگشت سبابه که معروف است، وقتی که اشهد ان لا اله الا الله گفته می شود این انگشت برداشته می شود، این اشاره سبابه است. و در پهلوی این بوده از طرف راستش این وسطا هست. این انسان با پیامبر صلی الله علیه و سلم پهلو پهلو در جنت خواهد بود. مرافقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به سبب کفالت کردن یتیم به دست خواهد آورد. و در حدیثی که امام مسلم در مفرداتشان ذکر میکنند کافل الیتیم له او لغیره روایت شده است. در اینجا یک جمله له او لغیره زیاد است. امام نووی رحمت الله علیه در شرح صحیح مسلم این کلمه را، این جمله را شرح میدن و میگن له او لغیره این است که له یعنی آن کسانی که یتیم را کفالت میکنند، نگاه و بین میکنند از خویش و اقربایش به مانند بابایش، آچه
و اینچنین مادرش بعد از وفات پدرش، برادرش، خواهرش، عمکش، خاله‌اش، تقایش، عمه‌اش، همه این کسانی که کفالت میکنند یتیم را، اینچنین به این بشارت رسول الله همراه هستند. حتی مادر بعد از وفات پدری کودکش اگر کودکش را تربیت و نگاه و بین کند، همچون کافل الیتیم به اون در روز قیامت اجر داده خواهد شد. و اما کلمه اولی غیری معنای ای یکون اجنبیا، یعنی غیر از خویشاوندان دیگر کسی اگر یک کودکی بیگانه را بگیرد و تربیت بکند تا سن بلاغتش نگاه و بین بکند، کفالت بکند، اینچنین اون مرافقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در جنت کسب خواهد کرد. پس ببینید که نگاه و بین کردن و به کفالت گرفتن یتیم چقدر اجر و پاداش دارد. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند، یا که ابو هریره روایت میکنند که یک مرد به رسول الله گفت ان رجلا شکا الی النبی قسوة قلبه. یک مرد به رسول الله از سیاگی قلبش، از سختی قلبش شکایت کرد. پیامبر گفتند امسح رأس الیتیم، تو سر کودکان یتیم را مسح کن. یعنی مسح کشیدن به بالای سر می شود. حتی یک مسح به بالای سر کودک یتیم بکنید همچون یک رحمت و همچون یک مهربانی، سیاگی و سختی قلب شما نابود خواهد شد. و میگن و اطعم المسکین، و اینچنین به مسکین ها، فقیران طعام ده. این دو چیز قسوه قلب را نابود خواهد کرد. که این حدیث را ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه در فتح الباری سندش را حسن میگویند. حسن یعنی حجت گرفتن از این حدیث ممکن است. و اما وقتی که یتیم به سن بلاغت میرسد، به سن احتلام میرسد، فقط انتهى یتم، مدت یتیمیش تمام میشود. بعد از این کسی را یتیم گفتن جایز نیست. خیلی که امروز مشاهده میشود در بعضی از جایها که جوان 25 و 30 و 50 شده است، تا حال اون را یتیم گفته می شود. یتیم تا سن بلاغت است. بعد البلاغت یتیمی و یتمی وجود ندارد. که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشان این را بیان کرده اند و گفتند لا یتم بعد احتلام، یتیمی بعد الاحتلام وجود ندارد. که این حدیث را ابو داود روایت کردند و اینچنین در سنن آمده است و امام البانی رحمت الله علیه این حدیث را صحیح کرده اند که این حدی یتیمی است. و اینچنین الله رب العزة والجلال در قرآن در حق یتیمان سخنها کرده است و امر کرده است که با یتیمان خوب معامله باشیم و یتیمان را احترام بکنیم و مال یتیمان را با بهتان و باطلی کسب خود و ناحق نخوریم. چه که الله رب العزة والجلال میگوید فاما الیتیم فلا تقهر. این دلالت به مهربانی کردن به یتیم است. یعنی به یتیم قهر و بدی نکن. و اینچنین الله میفرماید ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. یعنی به مال یتیم نزدیکی نکن مگرم در حالتی که با بهترین راه باشد. بهترین راه علما در تفسیر میگویند، ابن کثیر رحمت الله علیه میگویند یعنی به قدر حاجت این یتیم از مالش استفاده بکن و وقتی که به سن اشده یعنی به سن فهم و ادراک رسید به اون مالش را بازگردان. و الله رب العزة والجلال باز در دیگر آیت در حق یتیم میگوید ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آنانی که مالهای یتیم را با باطلی و ظلم میخورند
پس دانند که البته اونها آتش را به شکمهایشان خورده ایستاده اند و زود است که به عذاب و جهنم گرفتار خواهند شد. پس این سخن در حق یتیمان بود که الله رب العزت و الجلال و رسول الله به ما امر کرده است که این گونه به یتیمان معامله بکنیم. و یتیمان کودکانی درد دیده اند، غم زده اند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین انسانها، خیر البشر، سید ولد آدم یتیم بود که علما میگویند این هم یک حکمت دارد. حکمتش این است که کسانی که از امت محمد صلی الله علیه و سلم یتیم به دنیا می آیند یا پدر و مادر خود را در سن کودکی از دست می دهند، وقتی که غمگینی شدتشان سخت می شود، وقتی که از حالت رسول الله با خبر می شوند، اونها النگی رنجشان خاموش خواهد شد. می گویند که اگر سید البشر یتیم به وای رسیده باشد، حال من هم بد نیست. این یک تسلیت به امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. برای همین است که تعلیم گرفتن سیره رسول الله ضرور است. در همه کمبودی وقتی که به رسول الله نگاه میکنید آرام خواهید شد. فقیر هستید، به زندگی رسول الله نگاه بکنید. حدیث ها دلالت میکند که در خانه رسول الله 1 ماه و 2 ماه دودی خوراک پزی غذا آماده کنی بیرون نمیشد، بوی غذا بیرون نمیشد. با یک آب و تمر و نان زندگی میکردند، به شکم خود سنگ میبستند. شما به خاطر دین اذیت میکشید، اذیت رسول الله را به یاد بیاورید که ان شاء الله به شما در سیره آینده شان بیان خواهیم کرد. شما یتیم هستید، بی پدر ماندید، بی مادر ماندید یا پدر و مادر خود را از دست دادید. به رسول الله نگاه بکنید و ببینید که بهترین انسان روی دنیا خلیل الله یتیم به وای رسیده اند. و بعد از این که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مادر و از پدر خود یتیم میمانند، بابایشان کفالتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را به عهده میگیرد که نام بابایشان عبدالمطلب بود و بابایشان اینچنین وفات میکنند در حالتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 8 ساله بودند و در بعض تاریخ ها 6 ساله و در بعض 10 ساله. و ابن القیم جوزی و اکثر علمای سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند 8 ساله، در سن 8 سالگی پیامبر صلی الله علیه و سلم بابایشان عبدالمطلب وفات کردند. بعد از وفات بابایشان عمکشان و عمویشان ابو طالب کفالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به عهده میگیرند و این کفالت عمکشان تا سن نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی تا وفات عمکشان دوام داد. یعنی بعد از این که پیامبر صلی الله علیه و سلم از بلوغت بیرون شدند، اینچنین عمکشان کمک میکردند. عمکشان بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر شدن هم دفاع از پیامبر میکنند. و در سن 12 سالگی پیامبر صلی الله علیه و سلم با همراهی عمکشان به شام میروند و در بعضی تاریخ‌ها در سن 9 سالگی آمده است، لیکن صحیحش در سن 12 سالگی پیامبر صلی الله علیه و سلم با همراهی عمکشان به شام میروند که در اونجا در راه بحیره راهب، یکی از علمای نصارا یا که خریستیان، پیامبر صلی الله علیه و سلم را میبیند و از علامت نبوتشان با خبر می شود و به عمک پیامبر ابو طالب می گوید که به شام داخل نشو، این کودک را به شام مبر، چرا که یهود از سبب بغضشان و بدبینیشان این را نابود خواهند کرد، به قتل خواهند رسانید.
چرا که یهود در نزدشان علامت‌های رسول الله را داشتند، در کتابشان وجود داشت. اونها امید می‌کردند که این نبوت این پیامبر آخر الزمان از بین یهودان بیرون خواهد شد. و وقتا که اونها دیدند که از بین اونها نه بلکه از عرب و قریش بیرون شد، غضبشان زیاد شد. حتی فهمیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم حق هستند، پیامبر هستند، اما به سبب بغض و بدبینی و حسد پیامبر صلی الله علیه و سلم را قبول نکردند و ایمان نآوردند. که این قصه در کتاب ترمذی روایت شده است در باب مناقب، در باب ما جاء فی بدء النبوه. و بعض تاریخ‌ها نوشتند که مؤرخین نوشتند که گویا ابو طالب امکی پیامبر صلی الله علیه و سلم را با همراهی بلال و ابو بکر از نصف راه به مکه بازگردانید. که ابن القیم جوزی میگویند این یک غلطی 100% است که در اون زمان با همراهی امکی پیامبر ابو طالب بلال نبود و اینچنین ابو بکر نبود. شاید که بلال حالا تولد نشده بود. پس صحیحش این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم را امکشان با یک چند مردان به مکه باز میگردانند و به شام داخل نمی کنند. و این حدیث در مسند احمد رحمه الله وارد شده است، بازگشتن پیامبر از شام از نصف راه به مکه. و در این حدیث تنها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با یک چند مردان به مکه بازگشته اند. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به سن 25 سالگی میرسند، بار دیگر به خاطر تجارت به شام میروند، به یکی از جایهایی که نامش میگفتند بصره، جنوب و شرقی دمشق به جای گرفته است. و بعد از بازگشت خدیجه بنت خویلد را به نکاح خود می‌دارند و به زنی میگیرند. که در این حالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 25 سال داشتند، در بعض تاریخ‌ها 30 سال و در بعضش 20. و مهم این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 25 سال داشتند و خدیجه رضی الله عنها 40 سال داشتند. و خدیجه زنی هستند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اولین زنی که گرفتند خدیجه می باشند. و اولین زنی که از زنهای رسول الله وفات کرده اند این خدیجه می باشند. و خدیجه زنی هستند که به بالای خدیجه رضی الله عنها رسول الله زن نگرفتند. یعنی وقتی که خدیجه زنشان بود تنها با خدیجه زندگی می کردند، زنی دوم نداشتند. و خدیجه زنی هستند که جبرائیل علیه السلام به پیامبر امر کردند که به خدیجه از الله و از جبریل سلام بگوید. خیلی که این حدیث در بخاری آمده است، در مناقب باب تزویج النبی صلی الله علیه و سلم خدیجه و فضلها من حدیث ابی هریره، از حدیث ابی هریره است که گفتند اتى جبریل النبی صلی الله علیه و سلم، جبریل به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت فقال یا رسول الله هذه خدیجه، ای رسول الله این خدیجه هست که به تحقیق بعد از کمی به نزد تو می آید، در دستش اینای دارد، طبقی دارد که در وی طعام است یا شراب است. فاذا هي اتتك، وقتی که خدیجه به نزدت آمد، فقرأ علیها السلام من ربها و منی، با اون به خدیجه از پروردگارش از الله رب العزت و الجلال سلام بگو. الله از بالای آسمان ها، از بالای عرش العظیم به خدیجه رضی الله عنها سلام میگوید. سبحان الله. برای همین است که خدیجه را یکی از 4 گانه سید نساء اهل الجنه میگویند و میگویند که این چنین از من هم به خدیجه سلام رسان. یعنی جبریل میخواهند به خدیجه رضی الله عنها سلام بگویند و پیامبر البته این عمل را اجرا میکنند. و این چنین جبریل میگویند و بشرها ببیت فی الجنه من قصب
لؤلؤة مجوفه واسعة كالقصر المنیف. و بر خدیجه بشارت بده به قصرهای در جنت از لؤلؤ مجوفه، قصرهای وسیع که اون نصیب خدیجه خواهد شد. سبحان الله سبحان الله رضی الله عنها. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که خدیجه وفات میکنند، این سالی که خدیجه و عمکشان ابو طالب وفات میکنند سال عام الحزن میگویند، سال غمگینی میگویند. و بعد از این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از این که زن میگیرند تقریبا به سن 40 ساله وقتی که میرسند، الله به قلب پیامبر خلوت را جای میدهد و دوست میدانند که همیشه خلوت باشند و الله را عبادت بکنند. و به غار حرا می رفتند. غار حرا در کمی چتر از خانه کعبه هست که امروز در داخل شهر مکه هست و در اونجا الله رب العزت و الجلال را چندین شبها و روزها عبادت می کردند. خیلی که امام بخاری رحمت الله علیه در باب ایمان در کتاب ایمان در باب بدء الوحی روایت می کنند و این چنین مسلم این حدیث را روایت کردند. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از خوردی خیلی هم اوثان را و اصنام را بد می دیدند و دین قومشان که دین شرک و کفر بود بد می دیدند. و در غار حرا عبادت الله را انجام می دادند که امروز اکثر حاجی ها به اعتقاد این که در اونجا نماز خواندن و ذکر کردن و دعا کردن خوب است، به بالای این کوه بیرون بالا می شوند و ذکر و دعا و نماز می خوانند که این غلط است و این بدعت است. که بعد از این که رسول الله مبعوث شدند، پیامبر شدند، دومین مراتب به غار حرا بالا نرفتند و حتی در اونجا جای نماز خواندنش هم وجود ندارد و نماز خواندن به خاطر تبرک و به خاطر چیزی دیگر این یک گناه بزرگ است، گناه کبیره است و باید ما از این باخبر باشیم. و در این موضوعی که ما بیان کردیم چندین مسئله هست که ما باید به شما تذکر بدیم. اولا مسئله وفات پدر و مادر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که آیا اونها مسلمان وفات کردند یا اهل فطرت یا کافر، که این مسئله در آینده به شما بیان خواهیم کرد که حالا کلم الناس علی قدر عقولهم. ان شاء الله در درس های آینده به شما این مسئله را واضح و بیان خواهیم کرد. و در مسئله دیگر عمکشان ابو طالب آیا مسلمان وفات کردند یا کافر، در این مسئله معروف است که عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب کافر وفات کرد. در وقت وفات ابو طالب، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نزد ابو طالب آمدند و گفتند قل لا اله الا الله اشفع به عند الله، ای ابو طالب لا اله الا الله بگو تا که با همین کلمه در نزد الله تو را شفاعت بکنم، این کلمه را، این جمله را نگفت و به دین پدر و باباهایش که دین شرک بود وفات کرد. و ابو حنیفه رحمت الله علیه این چنین در فقه اکبر این مسئله را ذکر کردند و مات ابو طالب کافرا، گفتند ابو طالب کافر وفات کرد. و اما امروز بعضی از شبهه زدگان، بعضی از مبتدعان، بعضی از خرافاتیان، آنانی که دشمنان اهل بیت هستند، آنانی که دشمنان رسول الله و اصحاب هستند، آنانی که دشمن دین هستند، می آیند به همین در وارد می شوند و به مسلمان ها فتنه ایجاد می کنند که اونها رافضه و دوستداران اونها و امثال اونها می باشند. پس چیزی که در حدیث آمد ما
سمعا و طاعتا باید بگیریم که این معروف است. چهار مذهب و همه اهل سنت و الجماعت اتفاق میکنند که امک پیامبر ابو طالب کافر وفات کردند و کسی که غیر این سخن را میگوید مبتدع هست و شبهه زده است و ضال مضل است. و ان شاء الله سبحانه و تعالی با همین صحبت خود را به پایان میرسانیم و در درس های آینده، اولا ان شاء الله در درس آینده به شما در موضوع بدعت سخن خواهیم کرد که در این مسئله هایی که در این حلقه هایی که به ما و شما گذشت خیلی هم کلمه بدعت را و مسائل بدعت را بسیار تکرار کردیم و ان شاء الله می خواهم به شما از موضوع بدعت، از تقسیمات بدعت، احکام بدعت، تعاریف بدعت لغت و اصطلاحاً و از قول علما در این مسئله در حلقه آینده بیان خواهیم کرد. و یک چیزی دیگر نگفته نماند، در اینجا گفتیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از خوردیشان اوثان و اصنام را بد می‌دیدند. اوثان و اصنام چه فرق دارد؟ علما میگویند اوثان اعم من الاصنام. کلمه اوثان عامتر از اصنام است، دلالتش زیادتر است. اوثان کل ما یعبد من دون الله. اوثان گفته تمام چیزی که غیر از الله پرستیده می شود اون را اوثان گفته می شود. اما صنم تنها اون بت هایی که غیر خدا پرستیده می شود صنم گفته می شود. صنم یعنی بت، اوثان تمام چیزی که غیر خدا پرستیده می شود. پس با همین صحبت خود را به پایان می رسانیم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.